دلشاد عادلوف ساکن 37 ساله شهر دوشنبه میگوید شام 3 ایول سال 2023 در حدود ناحیه شاه منصور یک نفر خود را کارمند وزارت کارهای داخله معرفی کرده او را شدیداً لطمه کرده است و تهدید کرده است که تو را دست و پایت را بسته برده به دریای ورزاب میپرتایم. این تهدید در حالی است که در این اواخر دو حادثه ربودن و به طرف ورزاب بردن و با همین غیب زدن شهروندان ثبت شده است. بر اثر لطمه جاغ عادلوف آسیب دیده بینیش شکسته است و لبانش دریدند. تشخیص آسیب رسیده به سلامتی او را آسیب میانه ارزیابی کرده است. دلشاد عادلوف میگوید او را به بالای لطمه‌شان باز با خود بردنی هم بودند، ولی به سبب جمع شدن ازدحام زیاد در جای حادثه آن نفری که او را لطمه کرد و شریکان به آنجا دعوت کردهش او را بردن نتوانستند و از جای حادثه فرار کردند. دلشاد عادلوف که سندهای تشخیص طبیش را در دست دارد میگوید بلافاصله همان شام و شب 3 ایول به تلفن باوری وزیر کارهای داخله و اوباب زنگ زد، ولی تا حال کسی به شکایتش رسیدگی نکرده است. بنا به نقل دلشاد عادلوف شام 3 ایول او همراه همسر و پسرش در ماشین از طرف مغازه اشن به طرف وокزال راه آهن حرکت داشت. در راه یک ماشین تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش 7779 HH07 چند مرتبه در راه به او خلل ایجاد کرد یا به قول رانندگان پمیخ داده است. بالاخره دلشاد عادلوف در نزد مغازه شکارچی به اوپل برابر شده ایراد میگیرد که یک بار پمیخ داده، دو بار پمیخ داده، چی گپ است؟ اما از داخل اوپل یک نفر ایستا من زنت را فلان میکنم گفته از در طرف مسافر بیرون شده است و به نزد ماشین عادلوف آمده او را که در داخل ماشین سر چنبر فرمان بود لطمه کرده است و بر علاوه تهدید کرده است که 5 دقیقه است من کارمند مقامات ملیسه ها میآیند تو را دست و پای را بسته برده به دریای ورزاب میپرتایم. در حقیقت بنا به نقل عادلوف بعد چند شریکان این نفر سوار یک ماشین جیپ BMW X6 به جای حادثه آمدند و نیز خود را از مقامات معرفی کرده کوشش کردند که این ساکن پایتخت را به قبل برداشته برند، اما از بس که در جای حادثه ازدحام زیاد جمع شده بود آنها به عملی ساختن این مقصد خود جرأت نکردند و به ماشین جیپ نشسته از آنجا فرار کردند. دلشاد عادلوف میگوید او بلافاصله با تلفن باوری وزیر کارهای داخلی و تلفن باوری ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی یا اوباب زنگ زد، ولی در اوباب شکایت او را قبول نکردند. از تلفن باوری وزیر مصلحتش دادند که خطی مراجعت کند. تا ساعتی که این گزارش نشر میشد از این حادثه تقریبا 15 ساعت گذشته بود، ولی دلشاد عادلوف میگوید تا حال کسی به شکایتش رسیدگی نکرده است. از جای حادثه به سر و روی ورم و پرخون راست به بیمارستان قره‌بالا رفته خود را تشخیص کرده است. او روز 4 ایول از تشخیص طبی و دادگاهی نیز گذشت که بر اساس نتیجه های آن بر اثر لطمه جاغ عادلوف آسیب دیده بینیش شکست و لبانش دریدند. اکسپرت گفته است آسیب رسانده شده به ماده 111 کودکس جنایتی تاجیکستان قصداً رسانیدن آسیب میانه به سلامتی درست می آید. دو حادثه آخر آدم ربایی غیب زدن استاد دانشگاه تجارت اسماعیل جان رحمانوف و معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمت اللهیف که در دو حادثه کارمند فعال یا سابق مقامات دست داشتند ساکنان را نگران کرده است. دلشاد عادلوف امیدوار است که به عریضه او رسیدگی لازم خواهد شد و گناهکاران که از نام مقامات حفظ حقوق سوء استفاده می کنند به جوابگری کشانده می شوند.